خدا را باد حمد بیکران، کاورید اول سخن را بر زبان. بنده تا بوی کلام حق شنید، ملت از فیض زبان آمد پدید. این جشن بسیار فرخنده و جشن بسیار خجسته را برای اهل جامعه امان، برای ملت شریف امان صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم، زیرا پایداری و بقای ملت ما محض زبان ما بوده است، محض آن ادبیات عالمگیر ما بوده است. آن کلام واقعا شیرین و لفظ لطیفی آدم و شعرا رودکی و آن کلام بسیار گیرا و پر از افتخار، از افتخار ملت و ملی و از افتخار وطنداری فردوسی بزرگوار بوده است. و آن آثار واقعا عالمساز سینا و خیام و مولانا و سعدی و حافظ و این بزرگواران بوده است که امروز ملت ما بقای جاودانه دارد. امروز ملت ما با این کلام سحرانگیز بهشتی حرف میزند. واقعا طوری میگویند چو با آدمی جفت گردد پری، نگوید پری جز به لفظ دری. یعنی لفظ دری ما این لفظ قدسیان، لفظ اهل جنت است. برای همین این نکته را صمیمانه تبریک میگویم و از جوانان، نسل نورس و جوان احترامانه خواهش دارم که پاس دارند، زبان مادری خود را پاس دارند و آن آثار عالمگیری که با این زبان آفریده شده است با آن ارج گذارند، آن را همیشه آموزند و با این وسیله ننگ و ناموس، افتخار و خودشناسی ملی خود را باز افزون گردانند. صدای ما بلند از منبر ماست، سخن سازنده و احیاگر ماست. هزاران سال در بنیاد تاریخ، زبان ما نگهبان سر ماست. زبان ما نگهبان سر ماست.